اما در مسئله سلام دادن برادر عزیزم ما چندین بار در همین سوال و جوابم بیان کردیم و این چنین در درس هم بیان کردیم که در حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که سلام این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته است. دلیل از این است که حدیث صحیح آمده است که در سنن و مسند که یک مرد در آمد و گفت که السلام علیکم، رسول الله گفتند 10. دویم مرد در آمد گفت السلام علیکم و رحمت الله، رسول الله گفتند 20. سوم مرد در آمد و گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رسول الله گفتند 30 او 30. یعنی کسی که السلام علیکم میگه 10 ثواب میگیرد، کسی که السلام علیکم و رحمت الله میگه 20 ثواب میگیرد، کسی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگه 30 ثواب میگیرد. و همین سلام شرعی همین است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سلف این امت ثابت شده است. اما گفتن این که السلام علیکم و رحمت الله تعالی، کلمه تعالی آوردن، این بدعت است. این زیادتی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان نکردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعضی هم میگن و مغفرته و رضوانه و برفتن میگیرد که این بدعت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین عمل ها رو انکار کردند. خیلی از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت آمده است که امام مسلم روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر کسی که در امر ما، در کار ما، در عمل ما یک چیزی زیادتی رو باز انجام داد، اون مردود است، این عملش به خودش گردانیده و زده میشه، یعنی قبول نیست. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هر کسی که عمل رو انجام بدهد که اون عمل موافق عمل ما نیست، این رد است و مردود است. و این حدیث دوم حدیث صحیح است که امام مسلم روایت میکنند از مادرمان عایشه رضی الله عنها و معنای این حدیث متفق علیه است. پس بارک الله فیکم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط گفتند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همین زیاد کردن چیز این بدعت است. السلام علیکم و رحمت الله تعالی، تعالی گفتن بدعت است. و مغفرته و رضوانه و دیگر کلمه ها را آوردن این بدعت است. خیلی که ابن کثیر رحمه الله تعالی در تفسیر قرآن العظیم در زیر آیه فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، همین چیز را ذکر میکنند که با سلام، یعنی به این شعار اسلام، شعار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زیادتی آوردن جایز نیست و این از بدعت است. بارک الله فیکم.